تو سراخی دماغ فرو نکن. عکسم میگیره تو. عکس چی؟ عکس بهروز اینجا مگه جای عمله؟ مگه کار تو اصلا عمل زیباییه؟ مگه تو رو به خاطر این کثافتکاری ها نگرفتن؟ مگه ما رو نگرفتن تنبیه بشیم؟ این چه کاریه میکنین؟ یعنی میگه بر نخودی هر آش لعنت و یه قدیمی ها یه حرف خیلی خوب میگفتن. میگه بر هر مگسی لعنه که نه ببین در هر مگسی سیاه تکون نبودید جمال هلشو داشته یا وسطش میزنم دوباره ها. ببین تو نخود هراشو دیگه نگو. قدیمی ها یه چیز خوبی میگفتن برخرناک. یعنی قدیمی ها خیلی حرف خوبی میزدن. میگفتن بر هر مگس لعنه که ببین من الان درست میگن در هر مگس نه میگه در هر مگس انگلیسیم هم عین اسپانیایی در یک حد باشه. اسپانیایی هم مثل تو اونجی بار ما بود اینجی بار ما نی. اینم اسپانی اینجی هم اسپانیایی. گناست بابا گناست. من خودم هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم و قصه نخوری. راست میگی زتا؟ آره میشه با وکیلت صحبت کنم؟ بله چه کنم آره بلم شه این ور بکنم به تو اون تخمی چشمت. آدم ما کجا بدون وقتی این شماله 3 جهت دیگه مونده قلب شرق جنوب. شمال شیشیه. چی؟ شمال سر قاشقا رو بذار بغل هم صرف بکش موچت بالش. خب حالا این بر بگی ببین به خوابش بخواب دیگه. تو خوابش بخواب. کاشو رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا اشتی همهای هه رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا هشتی همهای هه. چرا تو پرد میگه هی ها چیه؟ من تمرینتون رو ندیدم. خب چی؟ تمرین رو ندیده؟ هی های آقا زتا یه ذره باش سنگین کار کن. آماده هم آقا زتا. آماده ای؟ اون وزن قرمزه رو میدی به؟ آره بخواه. آره جمود ول کردی. امدا تمام با اجازه شما باش سنگین کار کنم. خوبه این قرمزه راحته. اونو بزن. صف کن. صف کردم. آقا زتا بس آقا زتا بس آقا زتا. یه ضرب المثل سوئیسی هست میگه که یه دونه نه 4 تا بهتر. بله اصلا گاوم اصلا من چیم؟ شما گاو بیشعور. بله بیا نه ببین من که بدبخت نبودم. اینا منی بدبخت کردن. یعنی الان شما دقت بفرمایید من خودم الان یخته یه نموره گاو شدم. یعنی الان ما یه مش گاو سیب زمینی آب پس خوریم.
من اصلا حالم خوبه. نه بگیر من قلنجشو بشم. سرش خوردن راست کوشیکش بیاره. یه بار اول خورد من تیره. بریم. من دیگردم من قلنج. بخون آقایون داداشم همراهی بکنید. بفرمایید. بزن زنگو ببینم بهروزه میشناس ارجنگو. بله. میگه شیشی میگه بزن زنگو برو ببینم بهروزه میشناس ارجنگو. بله. آقایون داداشم همراهی بکنید. بله. بیا بزن زنگو ببینم بهروزه میشناسی ارجنگو. بله. برم دری مطبش بزنه. آقایون داداشم همراهی بکنید. بله. بزن زنگو ببینم بهروزه میشناس ارجنگو. بله. برم دری مطبش من باید برم چی باید؟ کجا میری؟ چه نبود خندون نبود. ببین بگو من باید. چقدر مهران جان میشه همونجوری خودتون استعمال کنید؟ من معذرت میخوام. حالا یه بار دیگه بریم یه کاشی من باید برم. منو چرا میزنه؟ خدا رو شکر. هیولاست چیه اون بالا؟ کافی بود؟ این دستم خوشمزه است. خب خوابیدم دیگه. بعد بخوابی که بعدش کابوس میره کابوسه. بریم. نگفتم منی نگاه بابا کن. اینه داره نگاه میکنم دیگه. همش من دارم نگاه. دارم با تو صحبت میکنم چرا منی نگاه نمیگم؟ منی نگاه کن. بابا داری با اون نگاه. منی نگاه کن. بیا دیگه داری با اون حرف میزنی. الان من با تو دارم صحبت میکنم یا با اونو؟ منی نگاه کن. بابا گوشم باز میگه من نگاه کن. ببخشید جان ابله آقا فقط میخواید لو بدی. ببخشید یه لحظه دوست جان آقا مهران نکن با من عیبش چیه؟ عیب نکنه این. اب نکن آقا نه نکشه من. نه نکشم من. هواداری کنی.
اب نکنین اب نکنین آقا میخواد بکشم. نه تو این جامعه با این وضعیتش من جوونی سراغ دارم که بدونم دستی دخترمو بذارم تو دستیش. آقا زیتون هست شما نگاه کنی هنوز جوون خوب پیدا میشه. این بابا غیرتیه دیگه، اونو بگیره. آقا چی میگی؟ هنوز تو ازدواج کردی؟ دختری جنگل سرطان. وقت من انگیزه واسه نداره. بیشورای محترم جانم اگر منظورتون عرق کردن صورت منه که من عادت دارم قبل از هر مأموریت بدنم رو خشک میکنم، عضله‌هام 4 ستون بدنم بزنم بالا. عضله‌هاش بیرونه ایشون. تو هم داری خشک آقا نگهبان ته راه رو یه لحظه مکس کرد، بعد به راه خودش ادامه داد. اصلا اینا مهم نیست. اینا در رو یواش بماند. این سوال خوبه، این سوال درسته. کلید اتاق رئیس دست نگهبانیه که جلوی اتاق رئیس واسه ما باید از اون بگیریم. دهوا سوری؟ نه سوری نیست دیگه. این دیگه سوری داره نیست. میگه دیگه میدونم خودی استرس زد داریم. میکنی از جلوی صورتش اون پر. ساکت. میگم ما الان بی خودی استرس داریم. استرس نمیدونم چیکار کنیم. چه کنیم؟ یه سنجاق سردگی بود درست کرده بودم. بیا. بیا. بروز بیا من آمادم برای انجام عملیات. من گیر افتادم. من گیر افتادم. نمیکشش. جمله باید بگی. این یه شخصیت دیگه است. کیه این؟ بریم خب نگاه کن اونجا ببین چه تابلویی میبینی. آها نوشته به طرف ایسواز. بچه ایسواز رسید. آقا بچه تو اینا دارن در میرن. الان روم نمیشه بگم، بذاریم بعدم بپرسم بهتون. یه اجازه بدین یه لحظه. الو الان شما تو جاده آسفالت داری میری یا تو خاکی؟ خب الان برو تو آسفالت. خب رفتی؟ خوبه. خب الان ببین چه تابلویی میبینی. تابلوها رو نگاه کن ببین چی میبینی. چی؟ خب تابلو ایسپاز. بچه تابلو ایسپاز. الو ماری این دیگه داره تون میکنه. اوه رفا چرا زیر نمیسی؟ بدنی بد